قربونت بشم که تو انقدر کنجکاوی. برو پسر، برو، من کار دارم. درود و مهر به دوستان قشنگم. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون عالی باشه و دنیا به کامتون. بچه ها این چراغ کوچولویی رو که میبینین این چراغ دوران کودکی منه. آوردمش باهاش براتون یه آش خیلی خوشمزه بپزم. یه آش کشک محلی که شامل نخود، لوبیا، عدس، ماش و بلغور گندم میشه. همه موادمون رو داخل قابلمه میریزیم. حالا میتونیم از قبلم خیسش کنیم یا همون موقع بشوریم و بذاریمش روی اجاق بپزه. حدود 1 ساعت، 1 ساعت و نیم بهش زمان میدیم. پیاز برای پیاز داغ لازم داریم که خورد میکنیم. مقدار لازمم سیب زمینی رو نگینی میکنیم. دوستای قشنگم مرسی که هستین. امیدوارم شما هم با من لذت برده باشین از این چراغ و از این دیگه کوچولو. خوشحال میشم تا انتهای ویدیو با من باشین. پیازمون رو سرخ میکنیم و کنار میذاریم. خب دیگه اینجا موادمون پخته کاملا. من پیازچه استفاده کردم. میتونه سبزی آشم مقداری بریزین. سیب زمینی هم با سبزیمون میریزیم. در آخر هم بهش پیاز داغ اضافه میکنیم. نمک، زردچوبه، فلفل. میذاریم کاملا جا بیفته و کشک محلی رو بهش اضافه میکنیم. بعد از چند دقیقه سرو میکنیم. مثل همه آشا با نعناداغ و پیازداغ خوشمزه تر میشه. کیا با چراغ علایالدین خاطره دارن؟ کیا یادشونه؟ یا مادر بزرگای کیا روی چراغ علایالدین غذا میپختن یا خونه رو گرم میکردن؟ اگه دوست داشتین نظراتتون رو با هم به اشتراک بذارین و کانال منو سابسکرایب کنین.